دوستان سلام، وقت همگی بخیر. امروز میخوایم کار با نرم افزار SPSS رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن یاد بگیریم. قرار نیست که حالا خیلی از تحلیل رو در نرم افزار SPSS همین امروز یاد بگیریم. کافی که همین الفبای کار کردن با نرم افزار رو یاد بگیریم، اینکه چطوری دیتامون رو وارد بکنیم، چطوری متغیر رو تعریف بکنیم و یه سری کار مقدماتی که با نرم افزار میشه انجام داد رو یاد بگیریم تا اگه حالا بعدا خواستیم از روی یک منبعی، از روی کتابی جایی یه تحلیل رو در نرم افزار SPSS انجام بدیم، حداقل شروع کار با نرم افزار رو بلد باشیم. خب برای کار کردن با نرم افزار SPSS باید دقت بکنیم که نرم افزار SPSS برخلاف اکسل که کلا یک صفحه بود، اینجا دو صفحه داریم، یعنی یک صفحه دیتا ویو، یک صفحه وریبل ویو که از این پایین میتونین تغییرش بدین. توی اکسل شما یک صفحه داشتین، از همین ردیف اول شروع می‌کردین، اسم متغیر رو مشخص کردن، توی ردیف‌های بعدی هم می‌مدین دیتاهای خودتون رو وارد می‌کردین. توی SPSS نه، شما باید بیاین متغیراتتون رو تو صفحه وریبل ویو مشخص بکنین، تعریف بکنین و دیتاهای خودتون رو توی صفحه دیتا ویو تعریف بکنین. خب من میام تو صفحه وریبل ویو. اگه شما روی مطالعات مثلا انسانی کار کرده باشین، میدونید که از اساسی‌ترین متغیری که داریم مثلا متغیر چی هست؟ سنه. به محض که اسم متغیر وارد بکنین، روی صفحه یک کلیک بکنین، خودش به صورت دیفالت یه سری از این ستونا رو کامل میکنه. خب آیا من نیازه که حالا بیام وارد جزئیات بشم که ببینم تک تک این ستونا دارن چه کاری انجام میدن؟ نه، ما معمولا با سه تا از این ستونا بیشتر از همه کار داریم و همونا رو یاد بگیم برامون فعلا کفایت میکنه و اکثر تحلیلامون رو میتونیم انجام بدیم. خب وقتی من می‌نویسم سن، میتونم براش یه لیبل بزنم. این لیبل در حقیقت یه نوع توضیحه، یه سری در حقیقت توضیحات اضافه است. اگه میخواین برای یه نفر فایل بفرستین اون تحلیل بکنه، یا توی یه سری از نموداراتون میخواین این لیبل اضافه بشه، میتونین اینجا براش توضیحات اضافه بکنین. میتونین فارسی بنویسین، میتونین انگلیسی بنویسین. مثلا فرض بگین برای اینکه مثلا فرض بگین شما هم مطالعات دارین که سن یه فرد عادی رو دارن در نظر میگیرین، هم سن زمان تولد رو. خب مثلا فرض بگین اگه این سن زمان تولد باشه، شما میتونین بنویسین اینجا سن زمان تولد، مثلا بزنین اج ات برس بزنین که اون کسی که داره تحلیل میکنه خودتون بعدا بدونین سن زمان تولدش بوده که مثلا چند هفتگی به دنیا اومده. یا اگه نه همون سن معمولی، مثلا اینجا میتونین حتی فارسی بنویسین مثلا سن معمولی. هر چیزی که مد نظر خودتونه میتونین توی لیبل بنویسین. در حقیقت یه نوع توضیح برای متغیری که خودتون بدونین متغیر در حقیقت چی بوده. حالا این سن خیلی ساده است، شما بعضی موقع یه متغیر خیلی پیچیده دارین و حتما باید براش لیبل بذارین که بدونین متغیر چی بوده. خب بریم سراغ بعدی. ولیو هست. ولیو رو برای سن و متغیر کمی ما باش کاری نداریم، برای متغیر کیفی هست که حالا تو متغیر بعدی که میخوام توضیح بدم بهتون میگم که ولیو چیکار میکنه. خب مورد بعدی که باید حتما بهش دقت بکنین این گزینه میجر هست. اینا برای همه متغیر شما بزنین روی اسکیل. حالا شما بگین که من شاید متغیرم کیفی باشه، شما نیازی نیست که حالا بیاین تو اینجا دقیقاً اینا رو بر اساس اون متغیر خودتون تغییر بدین. یعنی شما روی اسکیل هم که بزنید تمام تحلیل رو میتونید باش انجام بدین. حتی مثلا اگه متغیر کیفی داشته باشین، اینجا روی نامینال نذارین، روی اسکیل بزنین، بازم میتونید تحلیلتون رو انجام بدید. ولی حالا اگه متغیر کیفی داشتین میتونین نامینال بزنین. اگه کیفی داشتین که ترتیبی بود، مثلا فرض بگین سطح تحصیلات از مثلا خب دیپلم، لیسانس، دکترا میره به بالا، شما میتونین اینجا روی اوردینال بزنین، یا هر متغیر کیفی که ترتیب داشته باشه میتونین اوردینال بزنین. اما اگه که همه رو روی اسکیل بذارین فرق نمیکنه، چون ما همون متغیر کیفیمون هم بهش کد میدیم و توی تحلیلمون با استفاده از همین اسکیل ما تحلیلش میکنیم. و وقتی شما مثلا میان یک رگرسیون لوجستیک میزنید و توش این متغیر کیفی رو وارد میکنید و اینجا اسکیل باشه، اونجا خودش در قسمت تحلیلش ما دقیقاً میام هم متغیر تو قسمتایی که ما تحلیل به خود نرم افزار میفهمونیم که آقا این متغیر من کیفیه. در نتیجه اینجا اگه شما همه رو روی اسکیل قرار بدین هیچ مشکلی پیش نمیاد. با گزینه دیگه ما اینجا کاری نداریم، میریم سراغ متغیر دیگه مثل جنسیت. خب من می‌نویسم جندر و شما میتونید اینجا باز دوباره براش ولیو بذارین. مثلا اینجا میتونین میتونین اینجا براش لیبل بذارین، میتونین براش دوباره مثلا بنویسین جنسیت یا هر چیزی که خواستین. اینجا گزینه خیلی مهم داریم برای متغیر کیفی که ولیو هست. ما متغیر کیفیمون برای اینکه بتونیم توی تحلیلمون وارد بکنیم باید بیایم براش ولیو تعیین بکنیم. چرا؟ چون متغیر کیفی من بالاخره یه چند حالت داره دیگه. اگه بخوایم رو بر اساس حالتهای نرمالش که همون زن و مرد در نظر بگیریم، حداقل دو حالت رو ما داریم. خب میام این دو حالت رو توی ولیو تعریف میکنیم. کد رو خودتون میتونین اختیاری بدین. مثلا میتونین بدین 0 بزنین مرد، من میذارم میل و گزینه ادو میزنم. بعد برای خانوما میزنم 1 و اینجا میزنم توی لیبل اسمشو میزنم و مینویسم مثلا فیمیل و اینجا گزینه ادو که بزنید وارد میشه. یه اوکی که بزنید ولیوهای شما تعریف میشه. اگر روی این نوار سمت راستش بزنید دوباره همون لیبل رو شما نشون میده و میتونید دوباره چک بکنید ببینید درسته یا خیر. خب من میتونم بزنم 1 و 2، یعنی بزنم میل و 1 فیمیل و 2. آره میتونید این کارو بکنید، اما یه شکل استانداردی که بهتر از هم ابتدا دیتاتون رو به این شکل وارد بکنید به این صورته که
از 0 و 1 استفاده بکنید، از 0 شروع بکنید. چرا؟ چون یه سری از تحلیل‌ها به طور مثلا رگرسیون ها تفسیرش خیلی راحت تره با اینکه از 0 و 1 بزنید تا بیاین 1 و 2 بزنید یا 2 و 3 بذارید. در نتیجه بهتره که از 0 شروع بکنید. شما خیلی از آموزش‌ها شاید جای دیگه ببینید به شما بگن 1 و 2 بزنید، ولی توی خیلی از تحلیل‌های پیشرفته ما با 0 و 1 اگر انجام بدیم بهتر میتونیم تفسیرش بکنیم. اوکی رو میزنم و اینجا متغیر من تعریف میشه. خب من متغیرمو تعریف کردم، در همین حد کفایت میکنه. میتونم اینو مجش قرار بدم روی اسکیپ و الان برای من اوکی. من میتونم بیام توی صفحه دیتا ویو و اونجا شروع بکنم دیتا خودمو وارد کردم. میگم این کاری که من انجام میدم و اینو میذارم روی اسکیل شاید از نظر خیلیا عجیب به نظر بیاد، ولی با همین اسکیل ما میتونیم تحلیلمون انجام بدیم و بعد در ادامه میبینیم. ولی شما میتونید روی نومینال هم قرارش بدیم. خب من رو هم اسکیل میذارم باشه و میام اینجا متغیرمو وارد میکنم. مثلا کیس نفر اولم کی بوده؟ مثلا یک فردی بوده 23 سالش بوده و مثلا آقا بوده 0 رو بزنم اینجا برای من میخوره میل. خب میتونید کدتون رو ببینید اینجا روی گزینه که در حقیقت زده A و یک شما اگه کلیک بکنید کدتون رو نشون میده. دوباره اگه کلیک بکنید اون کدی که پشت این در حقیقت کد شما هست اون عبارتی که هست رو به شما نمایش میده. من 0 زدم میل نشون میده. کیس بعدی من مثلا یه فرد 45 ساله است، خانم، من یک میزنم و اینجا خودش میزنه فیمیل. و همین شکل من یه سری دیتا وارد میکنم. خب فرض بگیم من 10 تا کلا کیس داشتم که اینجا سنشون رو داریم مشاهده میکنین و اینجا جنسیتشون رو داریم مشاهده میکنین. مثلا کیس نفر نهم من یک خانم 21 ساله است. تا اینجا میشه دیتا رو وارد کردم. شما اینجا میتونید گزینه سیو بزنید و دیتای خودتون رو سیوش بکنید. حالا بریم یه سری تحلیل خیلی ساده رو باش انجام بدیم ببینیم اصلا متغیری که وارد کردیم درست بوده، درست وارد کردیم و جواب میده به آنالیزهای SPSS. شما برای تحلیل میان روی گزینه آنالیز و اینجا میتونید تحلیل توصیفیتون رو از گزینه دیسکریپتیو انجام بدین. خب من میام اینجا روی گزینه دیسکریپتیو روی گزینه دیسکریپتیو میزنم و اینجا متغیر سن خودمو که یک متغیر کمی اینجا وارد میکنم و اوکی میزنم. خب مشاهده میکنید که جدول نشونه من میده. یک جدول توصیفی هست که یک توصیف از این متغیر سن به من میده. مینیممش رو من گفته. اول از همه گفت کلا 10 تا کیس داشتی. خب من اینجا یه بار دیگه میتونم ببینم. خب این 10 تا کسی که داشتن مینیممشون 21 سال بوده، ماکسیممشون 89 سال بوده، میانگینشون 51.9 سال و انحراف معیارش هم 25.3 بوده. خب این تا اینجا میشه یک آنالیز توصیفی. این برای متغیر در حقیقت کمی من هست. خب برمیگردم روی دیسکریپتیو و اینجا روی فریکوئنسیز میزنم و اینجا متغیر کیفی خودمو میام اینجا براش آنالیز توصیفی انجام میدم. من اوکی میزنم و شما مشاهده میکنید توی جدول بعدی که برای من ایجاد شد اول که خب آمار کلی داده، گفته 10 تا کیس داشتی که این متغیر رو براش وارد شده بود. خب درست ما 10 تا داشتم. حالا میام اینجا نگاه میکنم زده که 6 تا مرد داشتی، درصدش 60% بوده و 4 تا خانم داشتی و درصدش 40% بوده. ببینید من تو اونجا توی تعریف متغیر اسکیل وارد کردم اما این تحلیل‌ها متوجه شد. چرا؟ چون من اومدم خودم تو قسمت فریکوئنسیز که اینجا تعریف شده کلا برای ذات یک متغیر کیفی اونجا درست اسکیل وارد کردم، ولی چون توی تحلیل خودش میدونه که من اینجا دارم این متغیر کیفی وارد میکنم تحلیل رو با وجود اسکیل بودن توی تعریف متغیر رو برای من انجام میده. این میشه یک آنالیز توصیفی خیلی ساده. خب بریم یکم پیچیده‌ترش بکنیم آنالیز توصیفیمون رو. برمیگردم توی گزینه آنالیز و اینجا توی دیسکریپتیو اینجا برمیگردم توی گزینه اکسپلور کی می‌خوایم بریم. وقتی که همین ببین این سه تا اول یکی از اصلی ترین آنالیزهای توصیفی ما هست. فریکوئنسیز رو برای آنالیز توصیفی متغیر کیفیتون برین، دیسکریپتیو رو برای آنالیز توصیفی متغیر کمیتون برین. ترکیب این دوتا رو بخواید یه آنالیز توصیفی انجام بدین میرین تو گزینه اسپلور. ترکیبش یعنی چی؟ یعنی من الان فهمیدم که میانگین سن کلا چقدره، میدونم درصد جنسیت به چه صورتیه، اما میخوام ببینم توی مردا میانگین سن به چه صورته، توی خانم‌ها به چه میانگین سن به چه صورته. برای اینکه به تفکیک بتونم اینو متوجه بشم میام روی گزینه اکسپلور میزنم. خب توی گزینه اکسپلور شما میتونید اون متغیری که قراره کمی شما قراره میانگینش رو بررسی بکنید میاد توی گزینه دیپندنت وارد میکنید و اون متغیری که قراره توی زیرگروه‌های اون میانگین رو به ما بده رو توی گزینه فاکتور لیست وارد میکنید و گزینه اوکی میزنید. خب مشاهده میکنید که اومد برای من یک جدول به صورت تفکیکی نوشت. الان اومده میانگین سن رو توی مردا به جداگونه گفته، انحراف معیارش داره، کلا اون آمار توصیفی که الان قبلا داشتیم بالا برای
سن به صورت کلی الان به تفکیک جنسیت دارم، توی مردا جدا، توی خانوما جدا. الان دارم میانگین سن توی مردم میبینم، انعراف معیارش میتونم اینجا ببینم، برای خانوما میانگینش رو دارم میبینم و انعراف معیارش رو میتونم ببینم. باز دوباره تاکید میکنم ما توی تعریف متغیرمون جنسیت رو اسکیل وارد کردیم، نامینال نداشتیم، ولی میبینیم که داره تحلیل رو برام انجام میده و متوجه میشه که این متغیر کیفیه و اومده این متغیر کمی من تو زیرگروهای متغیر کیفی وارد کرده. پس برای همین گفتم توی تعریف متغیر خیلی خودتون رو درگیرین که حالا من این دقیقاً چی قرار بدم اینو نباشه. روی اسکیل اگه قرار بدین تمام تحلیلاتون رو میتونین انجام بدین و مشکل بر نمیخوره. حتی مثلا شما این متغیر کیفی ترتیبی دارین، روی اوردینال توی تعریف متغیر نداشتین، مثلا یک رگرسیون لوجستیک ترتیبی میخوان انجام بدین، خود ساختار اون رگرسیون لوجستیک در داخل نرم افزار به نحویه که وقتی شما متغیر ترتیبی رو میخواین وارد بکنید توی قسمتی وارد میکنین که این خودش میفهمه که این متغیر کیفی ترتیبیه و شما میتونید توی اون قسمت همه موارد رو مشخص بکنید. این میشه یک آنالیز توصیفی خیلی شسته رفته و کامل. شما بس تا این مرحله وارد کردن دیتا و متغیرها و یک سری آنالیز توصیفی رو یاد گرفتین ظرف چند دقیقه و دیگه نیازی خالص ذهن خودتون رو در این موارد دیگه بکنید. خب بریم یکم جلوتر. فرض بگیرید که من الان اینا رو دو تا گروه در نظر بگیرید دیگه، یه گروه آقایون و یه گروه خانوما. میخوام میانگین سن بین دو تا گروه مقایسه بکنم. خب برای مقایسه کردن میانگین سن ما دیگه وارد آنالیزهای تحلیلی میشیم، از توصیف خارج میشیم. خب برای آنالیزهای توصیفی ما یکی از ساده ترین تستایی که داریم ایندیپندنتی تسته. ولی ایندیپندنتی تست و هر تست دیگه یه سری اسامپشن یا یه سری پیش‌فرض‌ها داره. شما برای هر تست باید پیش‌فرض‌های اون رو بدونید. خب احتمالاً چون سامپل سایز ما کم هست این پیش‌فرض‌ها برای این تست رعایت نمیشه، اما چون در شروع کار می‌خوام اینو یاد بگیریم ما با فرض اینکه پیش‌فرضاش درسته میریم جلو. اوکی. خب من می‌خوام پیش‌فرض اینو تست بکنم. اولین پیش‌فرض این هستش که میانگین این متغیر کمی که قراره بین دو تا گروه مقایسه بکنم تو هر گروه توزیعش نرمال باشه. چون سامپل سایز من کمه به احتمال خیلی زیاد اصلا توزیعش نرمال نیست. من حتی برای بررسی توزیع نرمالش اگه تست هم بکنم مطمئنم که احتمال خیلی زیاد این توزیعش نرمال نیست و پیش‌فرض این تست رو نداره. ولی ما برای اینکه فعلا بحث آموزشی است در نظر میگیم که این پیش‌فرض رو داره و توزیعش نرمال هست. خب من اگه بخوام که آنالیز مقایسه بین دو تا گروه انجام بدم میام روی گزینه کامپرمیز میزنم و اینجا میتونم اینجا روی گزینه ایندیپندنت سامپل تست بزنم که یک آزمونی هست که برای مقایسه بین دو تا گروه مستقل هست که در داخل اون هر گروه متغیری قرار مقایسه بکنم توزیعش نرمال باشه. خب من اینجا انتخاب میکنم. خب اینجا از من میخواد که اون متغیر کمین که قراره بررسی بشه رو توی گزینه تست وریبل وارد بکنم و اون متغیر کمین من قراره بین کدوم گروه ها مقایسه بشه، قراره بین گروه مرد و زن مقایسه بشه دیگه. پس اون متغیری که قراره گروه ها رو مشخص بکنم میام توی گروپینگ وارد میکنم، میگه تعریف بکن گروهاتو. خب من اینجا میام گروهامو تعریف میکنم، گروه یکمو میذارم کدش 0 و گروه دومو میذارم کدش 1 و اینجا در حقیقت گروهامو تعریفش میکنم و اینجا خب توی تعریف متغیر جنسیت داشتیم دیگه، 0 رو زدیم مردا و 1 رو زدیم خانوما و اینجا گروهام تعریف کردم و میتونم اینجا اوکی رو بزنم. خب من وقتی اوکی بزنم خودش این نمودار برای من میکشه که بالا به صورت چشمی سری میتونم بفهمم توی مرد میانگین بیشتر بوده توی خانم کمتر بوده و فرض اینکه توزیع داده نرمال هست میریم سراغ تحلیل این داده ها. دوباره اومده اینجا میانگین ها را با انعراف معیار تو هر گروه برای من یه توصیفش هم کرده و اومده سراغ تحلیل اصلی من. خب تحلیل این ایندیپندنت تست پیش‌فرضش اینه که آزمون لون در اون معنیدار نشده باشه و خب اینجا می‌بینین که معنیدار نشده. ما در داخل همین ردیف میریم جلوتر و نگاه میکنیم به این ستونی که زده سیگ. توی اکثر تحلیل‌های SPSS اون ستونی که شما دنبال مقاله در داخل مقاله قرار پی ولیو گذاشت بکنین دیگه، اون پی ولیو رو شما اینجا مستقیم نمی‌بینید براتون بنویسید پی ولیو. تو اکثر تحلیل‌ها به جای کلمه پی ولیو براش زده سیگ نقطه تو تیل، سیگ دات تو تیل. این همون پی ولیو دو طرفه شماست که در داخل مقالات می‌بینید. پس اگه یه تحلیل انجام دادین دنبال پی ولیو گشتین مثلا عبارت پی ولیو ندیدین، همین ستونی که اینجا شما دارین مشاهده می‌کنید هم ستون پی ولیو شماست. 32 صدامو نگاه بکنم یا 34 صدامو 32 صدامو نگاه می‌کنم. چرا؟ چون پیش‌فرض این تست یک تست دیگه بوده که خودش به صورت اتومات انجام میده که اسمش لونه. این تست در حقیقت توی انگلیسی میگن میت شده و در حقیقت این پیش‌فرض رو ما داشتیم، معنیدار نشده. بعد معنیدار نشده باشه، برای اینکه معنیدار نشده باشه بعد این سیگی که اینجا داریم پی ولیو که اینجا داریم بالای 5 صدم شده باشه. خب این پی ولیو آزمون 11 بالای 5 صدم هست، پس درسته. میریم جلو و نگاه می‌کنیم ببینیم
پی ولیو حالا خود ایندیپندنت سمپل تیزس چقدره که 32 این همون مقدار پی ولیو است که شما در داخل مقاله در نهایت می‌نویسین یا در داخل مقالات بقیه که از این آزمون استفاده کردن مشاهده می‌کنین. این میشه یک تحلیل آماری با استفاده از عناصر SPSS. خب میگم هر تحلیلی نیاز به پیش‌فرض خودش داره. این در حقیقت آزمون 3 تا پیش‌فرض اصلی داره. اول اینکه گروه‌های شما باید مستقل باشه. مثلا شما نباید گروهتون به این شکل باشه که مثلا میانگین یه متغیری رو مثلا وزن این سری افراد رو الان اندازه‌گیری کردین 6 ماه بعد اندازه‌گیری کردین. این 6 ماه بعد در حقیقت روی یک گروهه و این یک گروه توی 2 تا زمان تکرار شده، بس به هم دیگه وابسته است. برای اون نمیتونین اینو انجام بدین، از این تست استفاده بکنین. گروه‌ها باید مستقل باشن، 2 تا گروه کاملا متفاوت، مثلا یه گروه کست، این گروه کنترل، گروه آ، یه گروه بی. پس این میشه فرض اولش که باید مستقل باشن و فرض دومش دیتای شما متغیر کمی که قرار بین دو گروه مقایسه بکنید، تو هر گروه باید توزیعش نرمال باشه و بعد از اینکه توزیع نرمال هم داشت، حالا تستی که انجام دادیم میریم یه دونه پیش‌فرض دیگه داره که آزمون لونه باید معنیدار نشده باشه و بعدی که این پیش‌فرضم اوکی بود، 3 تا پیش‌فرضتون اوکی بود، تازه میرین سراغ این پی ولیو که ببینیم پی ولیو به چه میزانی هستش. خب یه مورد دیگه که من توی این ویدیو نمیخواستم توضیح بدم چون خیلی طولانی میشه، چون یه سری آموزش دیگه نیاز داره، اینه که خب توزیع نرمال چطوری بررسی میکنیم. خیلی میان اشتباه میکنن، کلا یک بار این توزیع نرمال سن رو میان توی گزینه آنالیز، توی گزینه اینجا نان پارامتریک تست و اینجا روی گزینه لگسی میزنن و اینجا وان سامپل کیس رو میزنن و اینجا تو گزینه تیک نرمال هست میان سن اینجا وارد میکنن، اوکی میزنن و اینجا توزیع نرمال در حقیقت سن رو بررسی میکنن. اما این روش درستی نیست. چرا؟ چون توی پیش‌فرضای این تست این هستش که شما میانگین توزیع سن توی مردها جدا بررسی بکنید، توی خانم‌ها هم جدا بررسی بکنید و اینکه شما بیان کلش یک جا بررسی بکنید. خیلی این کار انجام میدن، این کار اشتباهیه و همین نتیجه که اینجا میبینن رو به عنوان اینکه من اومدم توزیع نرمال رو بررسی کردم و این پی ولیو که اینجا نگاه میکنم میگن که خب من پی ولیوشو بررسی کردم معنیدار نبود و میتونم بیام الان از آزمون ایندیپندنت تست استفاده بکنم، ولی این پی ولیو درستی نیست، چون شما اومدین کل استن رو یک جا بررسی کردین ولی برای توزیع نرمالش باید بیاین در گروه‌ها جداگانه این کار انجام بدین. این چطوری در گروه دو گروه جداگانه انجام بدین؟ نیاز به یک سری کار خیلی حالا ساده داره روی دیتا که توی آموزش‌های بعدی به شما آموزش میدیم که خیلی سریع بتونین دیتاتون رو اسپلیت بکنین و این توزیع نرمال رو سریع در متغیرهای مختلفتون بررسی بکنین. مثلا الان شما قراره فرض بگیرید یه سن رو دارین مقایسه می‌کنین، ممکنه اینجا الان 30 تا متغیر دیگه داشته باشین و مثلا هم بین گروهای هم بین زن و مرد می‌خواید مقایسه بکنین و کلی متغیر کیفی دیگه دو حالتی داریم که می‌خواید بین اونها مقایسه بکنین. در حقیقت در آن واحد شما نیاز به این دارین که بیاین و مثلا 30-40 تا آزمون نرمالیتی رو انجام بدین و انجام دادن اینا به صورت جداگانه کلی زمان میبره، ولی شما میتونید با یک عملیاتی که روی دیتا انجام بدین این کارو به صورت اتومات انجامش بدین به تفکیک گروه‌های خودتون.